پس کسی که ایمان نداشته باشه، ایمان داره لیکن هوس چی است؟ هوس پرست است، خواهش پرست است. دو، سوم کسی که تمام کاراش در میانه نیست، مطابق حد شریعت نیست، از او تابعداری نکنی، چرا که آدم تباه میکنه، در راه غلط میبره. افسوس است که امروز قماندانای پیدا شد که هر سه گپ بود، الله در یادشون نبود. هنوز که تو میگفت که به خاطر الله تکس کم کو، تکس میگرفتن، نه در راه میگفته در خیمه الله است، الله در خیمه است، نعوذ بالله. باز چی میگفتن؟ برو تو وقت الله از این چه قبی گیرم، او 1 لک گفته بود، میگفت 2 لک بگی از پیشش، نعوذ بالله. بر پیغمبر میگه معاف کو، میگه آن پیغمبر در خیمه است، نعوذ بالله. یعنی اونمو کسایی بود که به نام جهاد چی کردن؟ بگوی تاریخ گذاشتن برای چی؟ اسلام اینقدر بدنام کردن که ما با کفار سعی کردن نمیتونیم. اینی مردم بود و مردم او را قائد گرفته بود، قماندان گرفته بود، ارج برش قائل بود، زور برش قائل بود. کی امو قماندان قوت داده بود؟ تو. ما تو در گردش بادیگارد شده بودیم و اینی کارا را میکرد. امروز هم طور حال است، الله متعال رحم بکنه. و قل الحق من ربکم، بگوی پیامبر علیه السلام حق و نموز که از جانب پروردگار شما باشه. حق و چیزی است که از جانب الله آمده باشه. فمن شاء فلیؤمن، پس کدام دعوت، کدام وحی که از جانب الله آمده که قرآن کریم است، آلی بعد از آمدنی حق که واقعیت داره، کسی بپذیره خوب اون را یاب میشه، گر نپذیره تاوان خود کرده. الله متعال کسی را مجبور نمی سازه. لا اکراه فی الدین، در دین زبردستی و جبر نیست که حتما تو این طور کار بکن. چرا؟ باز حکمت پیدا کردن جنت و دوزخ چی میشه؟ از بین میره. در جنت و دوزخ کی بره؟ الله کسی را اختیار بده که رای جنت را پیش میگیره یا رای دوزخه. از او خاطر الله میگه فمن شاء فلیؤمن، کسی که میخواه ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، کسی میخواه کافر شوه. این معنای ازیر نمیده که اجازه داد الله که کافرام شو، نه. پشت سر ای چی میگه؟ الله تو را مجبور نکرده که حتما یکیش باشه، الله تو را اختیار داده، لیکن فکرت باشه. فکرت باشه. کدام فکرت باشه؟ انا اعتدنا للظالمین، یقینا ما تیار کردیم، آماده کردیم برای کفار، ظالمین، مشرکا، نارن آتش، احاط بهم که احاطه کرده بالای از یا سرادقها، سراپرده هایش، پرده های خیمه های از یا را احاطه کرده یا در بینش گیر آمده. و این استغیث، و اگر یا فریاد میکنن چیخ میزنه، یا غاسو فریاد به فریادش رسیده میشه، به ما این به آبی که کلمهل به مثل ریم است، ریم جهنم، یا مثل که مثل او شده، یشوی الوجوه که بریان میکنه چی را؟ رویا را وقت کمل بریان میکنه. بیس شراب و خیلی بدا شامده نیست این چیز، و ساعت خیلی بد است مرتفقا، از حیثیت آرام حاصل کردن، آرام قطش حاصل نمیشه. روده ها چی میشه؟ پاره پاره میشه. رویا اونه چی میشه؟ ذوب میشه. ان الذين آمنوا، یقینا کسانی که ایمان آورده و عمل الصالحات، عمل درست انجام داده، ان لا نضيع، ما ضایع نمیسازیم، اجر من احسن عملا، اجر پاداش منو کسی که احسن عملا، بهتر عمل میکنه. کسی که بهتر عمل میکنه اجر از او پاداش از او ما ضایع نمیکنیم. خود شرط است که عقیده توحید ایمان باشه و عمل صالح باشه، خالص برای الله و به نقشه کی؟ رسول الله باشه. این را ما ضایع نمیکنیم. در اینجا الله متعال میگه که پاداش کسی که احسن عمل میکنه، احسن، این در کیفیت درست کردن عمل میگه، کمیت نمیگه که زیاد عمل میکنه. احسن امور میگه که خالص به خاطر رضای الله به کیفیت درست انجام داده شد. اولئک لهم جنات عدن، این مردم هاست که برایشان باغ هاست، باغای دائمی تجری که روان می باشه، من تحتیم در زیر درختای یا قصرهایش، الانهار و جویها، یحلون فیها من اساور، زیور داده می شوند، پوشانده می شوند، فیها در امی جنت من اساور، برایشان دستوانه ها من ذهب از طلا، و یلبسون می پوشند ثیابا، کالای خود دارن سبز، من سندس، از ابریشمی که نازک است، و استبرق، از ابریشمی که دبل است، متکئین فیها، که یا تکیه زده می باشد در این جنت، باغای جنت، علی الارائک که بالای تختا، نعم الثواب، و بهترین بدل و عوض ثواب است، و حسنت مرتفقا، بهتر است از روی آرام، اسباب آرامی خیلی خوبیش است.
الله متعال به جنتی های طور چیزا را دیده. در اینجا از جمله نعمت هایی که الله نصیب کلگی میکنه در جنت، طلا در دنیا حرام بود بالای ذکوری امت پیغمبر علیه السلام. در آخرت امی رقم که دستانه ها زنا داره ما و شما می داشته باشیم، اما او مطابق جنسی کی مرداست که ساعتای طلایی را ما و شما دست میکنیم، اونجا نمیتور دستانه ها ساعتای طلایی را الله براتون چی میکنه؟ در دستتان میکنه. الله نصیب ما و شما بکنه. ابریشم هم در اینجا سر ما حرام سری ذکور، اونجا الله متعال هر دو قسم ابریشم نازک و دبل هر دویش لباس براتون جور میکنه. وضرب لهم مثل الرجلین، بعد از اینکه الله بیان کرد که این مردمایی که دنیا و هوا و هوس یارا فرا گرفته تابیداری از وارا نکو و این فریب هم نده تا که اشراف قریش صاحب مال و منال است و این چهار اطراف تو که کدام مخلصین است یا بی مال و بی متاع است. چرا؟ مال و متاع دنیا پیش الله هیچ قدر قیمت نداره و کسی که دل به این بسته کرده تباه شده. الله نمونه و مثال از این برای ما بیان میکنه که مال و متاع دنیا فانی شونده است. اگر کسی شکر الله را بکشه، نسبت این نعمت به الله بکنه، باز نجات پیدا کرده. اگر کسی نکنه سینه خود زده بره و موجب کبر و غرور شوه، بسیار تباه و بدبخت میشه. الله مثال دو شخصی را برای ما بیان میکنه که یکیش مال نداره لیکن بسیار آدم هوشیار علم داره، هر چیزی را نسبتش به الله میکنه. یک نفر دیگه که مال داره مغرور است، متکبر است، خودستاست، بخیل است. نعوذ بالله وقتی که این حالت برش میشه باز میگه که برو در آخرت هم همینطور کامیاب هستم، همین چیزا برام حاصل است. الله مثال هر دو را بیان میکنه، درس عظیم به ما و شماست. وضرب لهم مثل الرجلین، بیان که پیغمبر علیه السلام برای از یا مثال از دو نفر، از دو شخص، جعلنا لاحدهما که گردانیدیم به یک از دو نفر، جنتین دو باغ من عناب از انگورا و حففناهما و گرداگردی از او پیدا کردیم، به نخل خرماها را در گرداگردی هر دو باغ درخت خرماست که مثل دیوال واره یک یعنی این تنها باغی نیست که میوه زیاد داره، باغی است که رونق و تنظیمش هم خیلی خوبش است، قشنگی و زیباییش هم خیلی خوب است. و حففناهما ما پوشاندیم، مانایش گرداگردی از او پیدا کردیم، به نخل خرما را و جعلنا بینهما زرعا، در بین هر دویشان زراعت هم ماندیم. دو باغ است، باز در بین دو باغ دشت و بیابان زراعت، انواع ترکاری ها هم است، اما باغا عمده درختایش کی است؟ خرما و انگور. خرما درختایی که تنومند است بالا میره، انگور از جمله چیزایی که چیله میشه. یعنی این باغا هم برش است، زراعت هم است، همه چیزا. کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دو باغا میدهد اکلها میوه خوده، ولم تظلم منه، کم نمیکنه منه از همین میوه خود یعنی چیزی را خوب همینطور منظم میوه پوره داده رایست. و فجرنا خلالهما، روان کردیم در بین باغا نهرا، جویارم آبی روانم در بین باغا روان است. و کان له ثمر، بود برای همی آدم که دو باغ داره ثمر میویش همونطور مکمل. فقال لصاحبی، گفت برای امرای خود، و هو یحاورو، در حالی که او خطش محاوره میکرد، محاورین گفتگو میکرد. چی میگه؟ حالی آدمی خود ستا کم ظرفیت است، نمیگه که الله متعال سرم احسان کرده و تو هم قابل عزیزی که امرای تو احسان کرده شوه. در جای ازی چی میگه؟ تکبر میکنه، او را حقیر تلقی میکنه. میگه بر رفیقی خود که گفتگو داره قطش، انا اکثر منک، من زیاد هستم از تو کده، مالنده مال و عز و خیلی عزتمند هستم، نفره از روی جمعیت، بادیگاردای گپام زیاد دارم. چی میگه برای ازی؟ ای آدمی دیگر را بی عقل تلقی میکنه، تو بسیار نافهم هستی، بی عقل هستی. چرا؟ مردم تلاش میکنه که مواری اسباب دارایی را پیدا کنه او تو بیغم میگردی. چطور است؟ و دخل جنته، و داخل شد در باغی خود، و هو ظالم لنفسی، در حالی که ظالم بالای نفسی خود است. چرا؟ عقیده شرک پیدا کرده، عقیده توحید نداره. قال ما اظن، گفت ما گمان نمی کنم، ان تبید که هلاک شوه هازی، اینمی باغی ما بدا همیشه، درختها را بیبی، باغا را بیبی، این دیگه همیشه هسته. و ما اظن ساعت، اول خیره میگه که فنا منا سریزی باغ نمیاد. چرا؟
اینقدر درختها یکیش خوش شوه صدهای دیگه موجود است. نیالشانی سال به سال شده رایسته. یکی. دوم و ما اظن ساعته، از دین چرا مردم فرار میکنه؟ به خاطری که راه های هوس بازیشان چی شوه؟ باز شوه برشان، موقع برشان میسر شوه که مو عیش پرستی خدا بکنه. از او خاطر اولین نکته که عیش پرستا این کار میکنه چی میکنه؟ از آخرت دل خود اطمینانی طور میده که آخرت ماخرت نیست. سوال و جواب هر چیزی که در دستت میاد کرده برو بکن. این مردکم وقتی که در باغ داخل شد دیگه پا میزنه، حالی میگه که آخرت هم نیست. من گمان نمیکنم در قیامت قایمتون که قایم شوه، اول خو نمیشه، نعوذ بالله. ولا ان رددت، اگر من بازگردانیده شوم یعنی طرف قیامت، الی ربی، بسوی پروردگار خود، لاجدن خیرا منها، میابم بهتر منها از این باغ کده، منقلبا، جای بازگشتنی، بهتر جای بازگشت و مقبول میابم. چرا؟ دادن مال دنیا را معیاری چی دانست؟ برتری خود دانست که در دنیا کسی خوب باشه البته در آخرت هم است. این قیاس محل چیز فارق است، این قیاسی باطل است. هر کس که در دنبال قیاس ها میره حتما چی میشه؟ خطا میشه. حالی هم یک تعداد مردم چی میگه؟ آخرت مثل دنیاست، در اینجا که الله برات فراوان داده دو جمع میده. نه، انسان باید ببینه که چقدر وقت برای آخرت میگذرانم و چقدر برای چیست غیر به آخرت نمیگذرانم. مالدار خیلی وقتی خود در آخرت میگذرانه یا بیمال؟ آدمی که بیمال باشه او در مسجد در ترجمه بیکار است، در تراویح بیکار است، در تلاوت بیکار است. قطع یک آدم مساعدت تو کمک میکنه چی است؟ بگه بیکار است. از او خاطر اسباب جنت بریزی خیلی زیاد مهم است. اما کسی که مصروف کاری خود است یاد آخرت زیاد میشه؟ نمیشه. از او خاطر این مردکه گفت که چی است؟ من خوینه ماندم در قیامت هم برم از جا کده چی هستم؟ خوب هستم. قال له صاحبه، امیر رفیقش که غریب است، الله متعال اگر چی از مال دنیا، متاع دنیا، مرتبه و منصبی که مردم او را خیلی زیاد دوست داره، او را الله برش نداده، یک چیز برش داده، صحت عقیده، فهم کامل برای آخرت. از امو خاطر تمام روز دنبال آخرت گرفته، سری دنیا دلی خودش زیاد نمیرنجانه، زیاد دلبسته به دنیا نیست. از او خاطر نصیحت برش میکنه. قال له صاحبه، آدمی غریبی دیندار که رفیقش است برش میگه، و هو یحاوره، در حالی که قطش گفتگو داره، اکفرت بالذی خلقک، یا تو ناسپاسی کردی یا انکار کردی از او ذاتی که تو را پیدا کرده، من تراب، از خاک، تو چیزی نبودی؟ وجودی خودت امری ذاتی نیسته، چی جای ازی که باقی تا میگی؟ تو کجا بودی؟ تو را کی پیدا کرده؟ چرا اینقدر خود فراموش میکنی؟ انسانی کم ظرفیت خودم چی میکنه؟ فراموش میکنه، فکر میکنه که من دایمیستم. رفیقش دیاتش میده که مردکت تو از خاک پیدا شده ای. ثم من نطفه، بعد از نطفه، ثم سواک رجلا، بعد از او ترا برابر کرد الله متعال یک شخصی که متناسب اعضا داری. اینا خب الله متعال تو را جوانیم داده، چهرم داده. انسان باید خود فراموش نکنه، باید بفهمه که کلش داد الله است. الله پس گرفته میتونه، وجودم هم دائمی نیسته. پس وقتی که وجودم دائمی نیسته، نعمتایی که الله برام داده او دائمی شده میتونه؟ نمیتونه. از او خاطر برش میگه لکن هو الله ربی، لیکن ما امی الله متعال پروردگارم است، ولا اشترک بربی احد، شریک نمیکنم امرای پروردگار خود هیچ کسی را هم شریک نمیکنم. ما عقیده درست دارم، امی عقیده سبب افتخارم است. چقدر مقایسه درست و نیک است. ما از او خاطر مردم همیشه مادیا تو متاع دنیا را که میبینه، مردم چی میگه؟ الله سرش فضل کرده، الله سرش فضل کرده. خودت که صحت کامل داری، خودت که الله متعال عقیده درست برات نصیب کرده، هیچ چیز نداری، هیچ چیز، تنها عقیده داری، سر نوازی افتخار بکو و این نعمت عظیم الله بپندار. چرا؟ عقیده تو امروز هم است، در قیامت هم است، در قبر هم است، در سوال و جواب هم است، در پول صراط هم است، در هر جای قطعت است. کسی هم از پیشت گرفته نمیتونه. این قرین و امنشین چی است؟ دائمیت است، سبب نجاتت است. اما مال متاع دنیا
4 روز بعد چشمت چی میشه؟ بسته میشه. اما چیز باقی میمانه. اگر باقی درست داری، سالا سرش خواری کرده، قشنگ و زیبا جور کرده، بلدنگایی که رقم کشیردش کار کردی، کلش باقی میمانه. چشمکای چی میشه؟ پرد. یک چند گز کفن هم میبره بازی نمیبره. چقدر درسای عظیم است. انسان تنها یک مادیات دنیا را مد نظر نگیره، دل سرش بسته نکنه، فکر میکنه الله فضلش در این مردم شده. وقتی که از خانه برای خانه گلید پیش روید بلدنگ و موتر و کشوفش آران و بگیر نمان است. نه، دلت نبازیده ای. این متاع دنیاست، چند روزه است، زود انقلاب سرش میاد، میبینی که هیچ چیزی نیسته. همون مردمی که تا دین روز دول میزد سبا میبینی که چیسته، کلی خانواده در گریان نشسته. این دنیاست. سر دنیا دلت نرنجان، دلت بسته نکو. امروز یک ساعت یک رقم است، ساعتی دیگه چیست؟ دیگه رقم است. بسیار نصیحت های نیک. لکنه والله ربی، لیکن ما الله متعال پروردگارم است. ولا اشرک، شریک جور نمیکنم بی ربی و پروردگار خود احدا، هیچ کسی را. ولولا اذ دخلت، چرا در وقتی که داخل شدی جنتک، در جنت باغیت، ولولا اصلشی طور است، ولولا قلت، چرا نگفتی اذ دخلت جنتک، در آن وقتی که در باغیت داخل شدی، ما شاء الله، آن چیزی که الله خواسته باشه. الله اکبر. ولولا قلت، چرا نگفتی، اصلشی طور است، از دخلت جنتک، در زمانی که در باغ داخل شدی، ما شاء الله، آن چیزی را که الله خواسته همو میشه. لا قوت الا بالله، نیست قوت مگر به الله. من توانمندی باغ نداشتم. باغبان داره توانمندی باغ؟ این درختها را کی کلان کرده؟ این چی میوه ها را کی دیش آورده؟ این رونق و زیبایی را به این درختها کی داده؟ این موسم ها را تغییر و تبدیل کی میکنه؟ این آن چیزی که سبب انرژی درخت میشه، این را کی پیدا کرده در درون زمین؟ تو انسان خو فقط دانه را در زیر خاک کرده، چیستا نیالک شانده، دیگه کارا هیچ مداخله تو نیست. این سیبی که رنگ داره، این سیبی که لذت داره، آب داره، این را الله آورده. از همون خاطر بنده مومن در هر حالت خدا به الله میسپاره، امور به الله میسپاره، عاجزی خدا اعلان میکنه. چقدر نصیحتی خوب برش کرده. در جای از اینکه کبر و غرور میکردی، اینی طور میگفتی که یا الله، این قوت تو شامل حال بود که باغ چی شد؟ شیره گرفته. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو میبینی مرا که من کم هستم از تو کدم مالا، از روی مال، و ولدا از روی اولاد، لیکن سری مال اولاد دید ننازی. اگر چی من ندارم خود تو نناز. چرا نناز؟ فعصا ربی، امید است پروردگاری من یؤتینی، که بده برم خیرا بهتر من جنتی که از باغی تو، و یرسل علیها، روان کنه بالای باغی تو، حسبانا، گرم باده من السماء، از طرفی بالا، فتصبح، بگرده سعیدا، امی باغی تو یک زمین زلقا صاف، که یک درخت هم دیش دیده نشوه، طوفان پیدا شوه، کلش خاکستر بگرده. دی تو شک داری؟ توانمندی داری که ولی مانع شوی از دیگه پا؟ الله اکبر. همه چیزی که تو داری هست و بودی که داری در اختیاری کیست؟ الله متعال در یک لحظه گرفته میتونه، در یک لحظه. چقدر درس عظیم است. قدرت داری، الله در یادت باشه که در یک لحظه قدرت میگیره، از این خاطر ظلم نکن. مال داری، در یک لحظه تو را فقیر میکنه، در یک لحظه. اولاد داری، در یک لحظه بی اولادت میکنه. همش در اختیار الله، در ملکیت کیست؟ الله متعال است. بنده مؤمن تمام امور به الله بسپاره. اعتراض و انتقاد نکنی، چرا مرا بچه نداده، چرا مرا اولاد نداده، چرا من شوهری قشنگ ندارم، چرا زنی قشنگ ندارم. تقدیرات الهی بود دینمی. صبر کده، برو حقیت بشناس، مسئولیت بشناس، کبر نکو، از غرور کار نگی. چرا؟ الله تغییر دیش آورده میتونه، بازی چیزم باقی نمی باشه. بله، نعمتی که در دست داری به قدر امکان از پیش استفاده بکن. مردکه به او آدم میگه که وقتی در دروازه باغ داخل شدی بعد چی میکردی؟ شکر الله را ماشاءالله میگفتی، برای ما درس شد. هر چیزی که خوشیتان میاد، در نظرتان خوب میاد، چی باید بگوی؟
ماشاءالله. نظر نکنی. نظر درست است، وجود داره. اینمی نظری چشم ما و شما که سری کدام چیز میخوره این بری خود چی داره؟ بگوی تاثیرات داره، الله دایش انداخته. از همون خاطر هر چیزی که در نظر خوب میامد بعد ماشاءالله بگوی. اگر نگفتی اینمی تاثیرات چشم تو دو کار میکنه، تو گناهگار میشی. کدام اذیت و ضرری که برای ازو میرسه تو دایی گناهگار هستی. بعضی مردم چی داره؟ نظر داره. چی داره؟ نظر داره. نظر والا بعد چی بگویه؟ ماشاءالله. و هر چیز که خودت برید خود میه ماشاءالله بگو. لا قوت الا بالله، هیچ قوت نیست برای ما، اما چیزی که ما داریم از طرف کیست؟ الله متعال. او یصبح ماؤها، یا بگرده آبی همی باقی تو غورن فرو رفته، با وصفی که درختا کلش موجود است، ما آب فرو بره از کجا میکنی؟ 4 روز بعد میبینی درختا پژمرده مکمل خشک میشه. فلم تستطیع له طلبا، او یصبح ماءها غورا، یا میگرده آبش فرو رفته پایین در زمین که توسط ماشینان بالا کده نتانی. فلم تستطیع، تو توان نداری له برای همی آب طلبا، جستنی از دوره. از کجا طلب میکنی آب که آب پیدا کنی؟ و احیط بثمره، این نصیحت قبلی مردکه بود برای همی مردکه مغرور. خب برش تعلیم داد که سعی که مردکه این دادی الله متعال، شکر الله را بکش، خود سری از این تکبر نکو، مغرور نشو، اتکا و دلبستگی به این مال و متاع دنیا نکو، یک روزه سبا نیست. از امو خاطر کوتابین نباش. مردم میگه کوتابین نباش، سیسته که امروز رئیس هستی، سبا اینطور میشی که از ریاست میمانی. مال داری سبا فقیر میشی، صحت داری سبا مریض میشی. فکرت بگیری که نافرمانی الله را نکن. گب مو رقم شد. و احیط بثمره، فرا گرفته شد بثمره، به تمام میوه های مردکه. فاصبح گردید یقلب کفی، که میمالید هر دو کفی خدا، علا ما انفقه، با او سرمایه، با او کوٹ کیمیایی که مصرف کرده بود، فیها دایی چی؟ با عمر خود از صبح که میشید که چی ناخونک میکرد، که خشاوه میکرد که آب بزن، که این طور که شاخچه بوری کو، کلی عمر خود دایی چی کرده بود؟ مصرف کرده بود. مصرف اضافه آلی همیت طور میکنه که وی 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 میوه خورفت، این قدر خوری و زحمتی ما کدام طرف شد. و هی خاویتون، در حالی که افتاده است علی عروشها، با چتای خود. چرا؟ چیلای انگور بود، چی شده بود؟ کلش در زمین افتاده. و یقول، میگفت یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، شریک نمیکردم همراه پروردگار خود احدا، هیچ کسی را. این نمیتون این کاره آلی شریک، تو ناشکری کردی، ناسپاسی کردی، با همراه الله شریک جور کردی، حالت خراب شد. یکی خو مثال ازی شد که انسان به مال دنیا تکیه نکنه و نباله و مغرور نشوه، تکبر نکنه، هر چیزی که آمده به الله بسپاره و عاجزی خود اعلان کنه. دوم، از همین چیزی که الله برات داده مصرف کو به جای خود، به جای مناسب. چرا؟ شکرگزاری نعمت الله است که الله برات داده، تو مصرف کو در جای مناسبی که ضرورت پیدا میکنه. علم الله برات داده، در جای مناسبش که ضرورت پیدا میشه علم تدریس کو، تعلیم بده. مال الله برات داده، در جای مناسبش چی بکو؟ مصرف کو مالتا. منصب و رویداری را الله برات داده، در موقعش از منصب و رویداریت کار بگی در خدمت دین. اگر نکردید اینمی قسم حالت میاد. خودم گپ مفسرین نوشته میکنه اینجا میگه یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ای پروردگار کش که شرک نمیکردم همراه پروردگار خود هیچ کسی را. این چه رقم است؟ الله اشاره میکنه دو مرد است، دو، یک آدمی غریب فقیر است، مال دارایی چیزا نداره، عقیده صحیح داره، مطابق عقیده عمل میکنه، اما اعمالش مکمل مسئول است، محفوظ است، هیچ نوع طوفان باد دیگه پا سرش نمیاد که از بین بره. چرا؟ اعمال هر انسان باغ میوهش است که برای خود چی میکنی؟ جور کده رویستی. هر مومن در دنیا برای خود باغ جور میکنه، هر مومن. صراحتا در حدیث آمده، صراحتا کسی که یک دفعه سبحان الله میگه، یک چیز تا درخت خرما، در پیغمبر اسلام چی میگه؟ که الجنت قیعان، چی؟ ارض الجنت قیعان، زمین جنت دشت است. پس ضرورت به چی داره؟ نیالشانی داره،
زمانی که سبحان الله میگی یک سبحان الله اونجا برای چی؟ یک درخت خرما نهال میشه. شب خب دقیق شوی چقدر اوقات ما ضایع میشه. از خانه که در موتر بالا میشم تا اینجا را 100 مرتبه لا اله الا الله وحده لا شریک له را گفته میتونم. 100 مرتبه سبحان الله و الحمدلله را گفته میتونم. سبحان الله و الحمدلله را خود زیاد گفته میتونم. ما اینمی قدر هستیم که در لهو و لعب یا در چیزی غیر مقصودی خود مصرف میکنیم. در اونجا که بالا شدیم چطور شد؟ اشرف غنی بردی عبدالله چی میکنی اشرف غنی؟ سبحان الله بگو الحمدلله بگو تا اینجا را میایی. در جنت بری خود چی بکو؟ میوه ها را درخت ها را نیال کده برو.